به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. مشرکان سهمی از آنچه خداوند از زراعت و چارپایان آفریده برای او قرار دادند و سهمی برای بت‌ها و به گمان خود گفتند این مال خداست و این هم مال شرکای ما، یعنی بت‌هاست. آنچه مال شرکای آنها بود به خدا نمی رسید، ولی آنچه مال خدا بود به شرکایشان می رسید. آری اگر سهم بت‌ها با کمبودی مواجه می شد، مال خدا را به بت‌ها می دادند، اما عکس آن را مجاز نمی دانستند. چه بد حکم می کنند که علاوه بر شرک حتی خدا را کمتر از بت‌ها می دانند. همین گونه شرکای آنها یعنی بت‌ها قدر فرزندانشان را در نظرشان جلوه دادند. کودکان خود را قربانی بت‌ها می کردند و افتخار می نمودند. سرانجام آنها را به هلاکت افکند.